آمدین به چینل من، خوش آمدید به آشپزخانه من، خوش آمدید. امروز میخوایم که یک نوع پکوره تیار کنم، پکوره ترکاری. اینجا همه مواد لازمیش رو تیار ماندیم که وقت ویدیو گرفته نشه. با هم دیگه یک پکوره خوشمزه تیار میکنیم، یک اسنک بسیار زیاد مزه‌دار، یک غذای بسیار زیاد هوسانه. پیشنهاد میکنم که شما هم جور کنین. برای تهیه پکوره ترکاری به مواد که شما در تصویر میبینین نیاز داریم. آرد نخود هر قدر که ضرورت شد، 6 یا 7 قاشق غذاخوری یا نهایتا یک پیاله، 4 الی 5 عدد کچالوی رنده شده، پوست گرفته شده و آبش گرفته شده. آبش داخل یک چلو صاف یا داخل یک تیکه میمونین و خوب فشار میدین که آب کچالو بره و این قسم از تراشک بکشین از خانه کلانش. اینجا هم یک پیاله گشنیز ما میده کردیم که اضافه کنیم در پکوره ترکاری. و اینجا هم یک عدد پیاز کلانه ما میده کردیم که اضافه کنیم و این قسمتش هم 2-3 دندان سیر میده کردیم. از ادویجات هر قسم ادویه که شما دوست دارین میتونین که اضافه کنین. من اینجا پودر کاری گرفتم، کمی زردچوبه میگیرم، نمک و دیگه قسم پودر کاری، مرچ سیاه. اگر شما دوست دارین که تند و تیز بیاید میتونین که مرچ سبز یا مرچ سرخ هم اضافه کنین، چون ما به اولادا هم میتونم از خاطر مرچ اضافه نمی کنم. و دیگه روغن به خاطر سرخ کردنش نیاز داریم. به خاطر انجام دادن پکوره اینجا ما یک کاسه کلان برداشتیم. اول داخلش کچالوی خود اضافه میکنم، بعدا این مواد رو روی هم اضافه میکنیم. باز پیاز اضافه میکنم سرش، باز گشنیز اضافه میکنم، خب من یک قاشق چایخوری گرفتم، مواد رو سرش اضافه میکنم. اول از مرچ سیاه شروع میکنیم. به مقدار ضرورت من یک قاشق چایخوری سرخالی اضافه میکنم داخلش. دیگه پودر کاری، یک قاشق چایخوری، نمک 2 قاشق چایخوری یا 1.5 قاشق که شور نشه، زردچوبه خیلی کم، نصف قاشق چایخوری یا نوک قاشق چایخوری. دیگه از این 12 مساله، 1 نوک قاشق چایخوری. خود دوستای عزیز ما حالی از دستکش هم میپوشم به خاطری که رو باید مخلوط کنیم. کم کم آرد اضافه میکنم سرش، آرد نخوده. 2 3 4 5 6 7 8 قاشق چایخوری من فعلا اضافه کردم، ببینم که دیگه هم کار میشه یا نه. دیگه یه آب یخ است، آب گرم هم نیست، خیلی آب کم اضافه میکنیم و خوبی را به هم میزنیم تا که مواد میکس شود و خیلی عوگین نباید شود، باید کمی غلیظ باشه تا که داخل روغن باز نشه. اولادای من صدایش من چون میره نمیره جیغ میزنه اصرا. با یکم دیگه من آرد اضافه میکنم. آرد دیگه با مقدار ضرورت هست دیگه، هر قدر که ضرورت شد، هر قدر که احساس کردیم یک مواد غلیظ به دست آمده و بسته میشه، واز نمیره، از هم وا نمیشه، اما قدر صحیح است. دوستایی که با چینل تازه آمدین خوش آمدین. برای حمایت از من لطفا کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا کدام ویدیو رو مس نکنین.
دیگه تشکر از همراهی همیشگی شما دوستای عزیز. بازم آرد اضافه میکنم. دوستای عزیزی که همیشه بر ما کامنت های پر از مهر و محبت نوشته میکنن، یک دنیا سپاس. تو فکر نکنین که من کامنت های شما رو نمیخونم. کامنت های شما رو چند دفعه میخونم، به خاطر از اینکه بر من روحیه میته. همیشه خیلی خوشحال میشم که کامنت های خوبی بر من نوشته میکنین. دست شما درد نکنه. دوستای نازنین، این به این حد که رسید کافی است دیگه. این نیم ساعت یک ساعت استراحت میمونیم، باز در روغن سرخش میکنیم. پس تا یک ساعت دیگه من این سر از زیر یک پلاستیک کش میکنم، در یخچال میمونم یک ساعت باشه. خب دوستای عزیز همراهان همیشگی، دیگه تقریبا نیم ساعت گذشته. اینجا من ظرف از یخچال آوردم بیرون، به خاطر سرخ کردنش یک دیگه که خورترک انتخاب کردم، به خاطر که باید در روغن زیاد سرخ شد، دیپ فرای شود. اینجا میمونم، حرارت روشن میکنم و مقدار زیاد روغن اضافه میکنم. روغن که داغ شد، مواد همراه قاشق یا همراه دست اضافه میکنیم تا که سرخ شود. بسم الله. ما اینجا تقریبا از نیم کمتر روغن اضافه کردیم، منتظر میشیم که یک ذره گرم شود. باز مواد خود اضافه میکنیم. برای که بفهمیم روغن داغ شده یا نه، یک توتگر که خورده میپرتیم. اگه بالا آمد داغ شده، اگه بالا نیامد داغ نشده. این هنوز بالا نیامده، پس به این معنی که داغ نشده. وقتی که روغن داغ شد، حرارت متوسط میکنیم که آهسته آهسته سرخ شد. 5 دقیقه یک طرف شد، 5 دقیقه دیگه طرفش سرخ میکنیم. همراه قاشق بسم الله گفته اضافه میکنیم. نازنین یک طرفش سرخ شده، من در دادم طرف دیگهش سرخ میکنم. اما میخوایم که این دیگه خود چینج کنم با این دیگه که نسوز است، راحت تر سرخ میشه. چینج کردم دیگه خودم کرایی نسوز گرفتم و پساش کردم ادامه میدم. حرارت دوباره زیاد میکنیم. خب من به سرخ کردن ادامه میتونم. هر وقتی که کلش خلاص شد باز بر شما نشان میتونم عزیزم. خب دوستای نهایت مهربان، پکوری ترکاری ما تیار شد. دیگه شما این رو میتونین در منزل همراه چتنی میل کنین. من امروز چتنی نداشتم، میشه که همراه کچاپ یا همراه هات چیلی سس یا سس تند میتونین که نوشیجان کنین. مثل یک غذای مزه‌دار، یک هوس‌دانه بسیار زیاد مزه‌دار است. حتما تیار کنین در خانه و در کنار فامیلتان و اولادتان
از خوردنش لذت ببرین. لطفاً ویدیو را لایک کنین و شیر کنین و کانال را سابسکرایب کنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.